سال 2020 است. این روزنامه‌نگار تاجیک در سر آرزوی وکیل شدن را دارد. او که به تازگی از روزنامه‌نگاری به صاحبکاری گذشته است، حالا می‌خواهد یکی از 63 کرسی مجلس نمایندگان را صاحب شود، هرچند راهش را هموار نمی‌بیند. زوقبیک برای انتخابات مبلغ جمع نکرده است و در راه وکیل شدن به کمک برادران مهاجرش امید می‌بندد. این روزنامه‌نگار رد نمی‌کند که بعضی‌ها به خودجوش بودن تصمیم او باور ندارند. یعنی هر چیزی که من تو امروز دارم از پس من کسی نیست، از پس تصمیم من کسی نیست، از پس من تنها اون برادران مهاجرم هستند. هدف اصلی زوقبیک شکستن بعضی قالب‌های شخص شده در جامعه تاجیکستان است که به شخصان آزاد اندیش با شبهه نگاه می‌کنند. مردم ما فهمیشش به همین درجه است. یعنی تو یک نفر که گپ حق را میگه زندانی نشود، مردم اون را باور نمیکنند. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 1 مارس برگزار می‌گردد و تا حال حزب‌های سیاسی نامزدهای خود از حوزه‌های ینگ مندتی را اعلان نکردند. از جمله معلوم نیست که رقیبان این روزنامه‌نگار در حوزه فیض‌آباد کیها هستند. در سالهای آخر اتحاد شوروی رای دهندگان از این حوزه به مخالفان حکومت آواز می‌دادند. از جمله بازار صابر، شاعر معروف تاجیک، از این حوزه وکیل انتخاب شده بود. ولی بعد از سالهای 2000 بیشتر نامزدهای حزب حاکم از این حوزه برنده اعلان شدند. در گذشته محیدین کبیری رهبر حزب در تاجیکستان نامه نهضت اسلامی، برادرش اکوشا کبیری و سمیدین دوستوف روزنامه‌نگار تاجیک از این حوزه شکست خورده بودند، هرچند این افراد انتخابات را پر از تقلب نامیده بودند.